مادر جان مادر، بسیار میخواستم که در غریبی ها همینگانا مکتوب بنویسم و مادر جان بگویم، لیک صد افسوس. وقتی که مادردارها را میبینم به قدر مادر نمیرسند، بسیار افسوس میخورم. افسوس. زمان من خرد بودم، قدرت نداشتم، پول نداشتم، دولت نداشتم که بار هم شما را به تماشا ببرم. اکنون که همه چی را پیدا کردم، اما شما دیگر نیستید. به قدر مادراتون برسید، وگرنه پشیمان خواهید شد. مادر ابدی نیست. آنچه داریم قدرش نمیکنه و آنچه که رفت یادش میکنه.